این پیام مقام معظم رهبری شما بوده که من دارم به شما میگم قراره در ایران کودتا بشه. اگر اشتباهی کوچکی شما بکنید با تمام قوا وارد نشید و نهید خودتون رو سپر نکنید، هم خامنه‌ای رو میکشن، هم صاحبان جدید و هم تمام اونهایی که برای مملکت دل میسوزونن. بازی تموم میشه و وقتی که من برم سمت تغییر شما سالم نمیمونید. اگر این سجا رو بتونی بگیری گرفتی. نمبر وان رسانه است که تو هنوز رسانه رو نگرفتی. تو اتاق بازرگانی تو فکر کنی بچه شیعه‌ای مثلا آقای امام خامنه‌ای میاد فردا میگه بازرگانی رو به من بدین، شب بادیگاردش میکشش. اتاق بازرگانی مال بهائی‌ها و یهودی‌ها و زرتشتی‌ها است. بچه شیعه فقط باید زنش جنده بشه، زن خانواده شهدا. اتاق بازرگانی رو بگیر. پس آقای خامنه‌ای دنبال چیه؟ دنبال این که حکومت رو برای اولین بار بتونه از اینا بگیره. اگر میگه فلانی خوبه همه گو نخورید بشید فلانی خوبه. خامنه‌ای توان نداره. توان خامنه‌ای همینه که بیاد یه سخنرانی کنه توی الاغ بفهمی بریزی کار تموم کنیم. فرصت بسیار کمه. بجنب. این آخرین پیام رهبرت.